یه دسته از افراد هستن که صلح طلبن، یعنی تیپ قالب شخصیتیشون، انرژی روانیشون صلح طلبی هستش. این دسته از افراد مثل مسی در میان که میبینیم که خیلی راحت در آرامش توی زمین راه میره و از بدنش زیاد کار نمیکشه. یکی از ویژگی‌های این انرژی و این دسته از افراد اینه که بیشتر از اینکه از بدنشون کار بکشن، از ذهنشون و از مغزشون کار میکشن، برخلاف اون چیزی که ظاهر قضیه یا چهرهشون نشون داده میشه. خیلی به خواب، به استراحت علاقه دارن، خیلی به خوردن علاقه دارن و تمایلات تغذیه‌ای دارن. این توی داستان زندگی مسی وجود داره که به غذا و به خوراکی‌های علاقه داشته که حتی توی همون دوران نوجوانی یه سری مشکلاتی رو هم اوایل جوانی براش به وجود میاره و ما میبینیم که خیلی راحت زیاد توی زمین بازی راه میره و داره ارزیابی میکنه و به هوش و هوشمندی اعتقاد به علاقه دارن. یه جایی هم مربی‌ها بهش وعده شیرینی‌های مورد علاقه‌شون میدن، میگن به ازای هر گلی که بزنی یه دونه شیرینی بهت میدیم، به خاطر اینکه خیلی ساکت و کم حرف بوده و توی ارتباطاتش خیلی با ملاحظه معمولاً رفتار میکرده و برای اینکه خب اونو به انگیزه وادارش بکنن بهش وعده اون شیرینی‌ها رو میدن که به ازای هر گلی که میزنی تشویق بشه و خیلی به غذاهای مختلفی علاقه‌مند بوده و اعتقاد داشته که برد و باخت چیزهای خیلی مهمتری از برد و باخت و توی مسابقات زمین وجود داره و اعتقادات معنوی داشته. اینها ویژگی‌هایی هستش که در شخصیت‌های نوع انرژی صلح طلب ما زیاد می‌بینیم. یکی دیگه از ویژگی‌های این دسته از افراد کار تیمیه که ما توی این بازی می‌بینیم خودشون رو در دیگران غرق می‌کنن و حضور خودشون رو، پیشرفت خودشون رو در ارتباط با بقیه آدم‌ها می‌بینن و اتفاقا در کارهای تیمی و گروهی بیشتر انرژی می‌گیرن. و یک اسم دیگه هم ما به این دسته از افراد میدیم، به نوعی اینا مسالمت جو یا مسالمت آمیز یا صلح طلب هستن که یا میانجیگر که ما می‌بینیم که معمولاً توی رفاقت، توی دوستی، توی مسالمت و صلح و دوستی پا پیش میذارن و سعی میکنن که خود بهتری داشته باشن و اینجا هم ما میبینیم که چطور یک کار بسیار خلاقانه رو توی این ضربه پنالتی مسی به خاطر دیدگاه کار تیمی فوق‌العاده‌اش پیاده میکنه. Absolutely Shakespearean. But Shakespeare got it wrong. It wasn't King Lear, it's King Leo. The assist from the penalty kick recalls the great days of Johan Cruyff. Amazing, beautiful, magisterial Barcelona. Totally legal, of course, if he stays outside of the box. The audacity of Messi, again, rehearsed and talked about it on Ray Hudson Raw, people, many weeks ago, and they said, we must have been listening to Rocky, because that is absolutely wonderful.